بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه. من برادرگارم ملت عزیز بلوچ و بلوچستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله سبحانه و تعالی الوتون که هر جا که هستید سالم و تندرست ببید و ما و شما را توفیق طاعت و بندگی الله سبحانه و تعالی عنایت بکند. اگر یاد ببید من پیشتری هفته در رابطه با قبض روح انسان کافر از حدیث براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطالب خدمت شما شرح داد و در گستگی این هفته مطرح کو که انسان مؤمن روح چه قبض بید بر اساس همین حدیث از براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مطرح که به انسان مؤمن قبض روحها فرشته های از آسمان گوچهرهای نورانی حاضر بند و در دست ای فرشتان چین کفنی از کفنهای بهشت و خوشبوی از خوشبوهای بهشت حاضر بند به وقت قبض روح انسان مؤمن. بعد از اشیا ملک الموت علیه السلام اکید و این انسان مؤمنی که لوتید روی قبض بید اشی سر بنا اوشتید و روح قبض کن. به وقت قبض روح فرماش کن یا ایتها النفس الطیبه، ای روح پاک در بکف که الله سبحانه و تعالی است راضی. و ای فرشته هایی که با چهره های نورانی با کفن بهشتی با خوشبوی از خوشبوی های بهشت آتخیان این روحها در این کفن پیچند و این روح صعود کن به آسمان، از آسمان دنیا الوتند که دروازه های آسمان برای این انسان مؤمن واز ببید. خوشبویی این انسان مؤمن در این آسمان پیچید تا جایی که فرشته هایی که در این آسمان حاضرند اگرشند که این فشبو کیند که مدنن و ایشیا به بهترین نام هایی که در دنیا توار کنند بیده به همان تواری کنند و این روح صعود کند تا جایی که الله سبحانه و تعالی به این انسان مؤمن به روح این انسان مؤمن خطاب کن اکتبوا کتاب عبدی فی الیین، منی ای بنده نما در الیین بنویسد. و بعد از اشیا روح بهشی همه بدنا بهشی همه جسما برگردید به خاطر اشیا که الله سبحانه و تعالی این انسانی از همه هاخا خلق کرده و این انسان دو مرتبه به همه هاخا اترید و در روز قیامت از همه هاخا هم برانگیخته بید. این کیفیت قبض روح انسان مؤمنه. و در این حال هم همه گستگی هفته من شرح داد که انسان کافر روح چه قبض بید. فرشته های با چهره های سیاه حاضر بند. در این فرشتانی دستا یک چیز به نام مسوح اگرشن همه کسای همه جری همه چادری که در آشیا پتهای شوکدار سیچنوار در آشیا وجودش هستن و ملک الموت علیه السلام وقتی که لوتید این روح قبض کن خطاب کند که یا ایتها النفس الخبیثه، ای روح پلید، ای روح پست. چرا؟ چون انسان با کفر از دنیا شده، انسان با فسق از این دنیا شده، انسان در معصیت الله سبحانه و تعالی از این دنیا شده. نباید انتظار ببید که فرشته های رحمت به اشیا نازل ببند. نباید این انتظار ببید که به وقت قبض روحی ملک الموت اشیا به رحمت امیدوار بکند. انسان عاصی، انسان گناهکار، انسان خطاکار، انسانی که هیچ وقت حاضر نمی که توبه بکن و در این لحظه قبض روح دروازه توبه هم بسته بیده، از این انسان دیگه چه توقعی هستن که به چه شکل روی قبض بید بجز اشیا که این انسان باید از همه لحظه عذاب کشید، زجر بگندید. چه پناه ببریم به الله سبحانه و تعالی از ای که ما والعیاذ بالله با کفر و با فسق و فجور از دنیا بره. لحظه آخر انسان که الوتید از دنیا بره خیلی مهمه. به هر حال این روح انسان کافر با این شکل قبض بید به طوری که تمام این عروق جسمی تمام سدن تو از بین رند. چرا؟ چون این روح انلوتید که از این جسم درب کفید به زور این روح از این جسم اکشنتی و دروازه های آسمان هم برای این انسان اصلا باز نبند. بوی بد این انسان در آسمان اپیچید و فرشته خطاب کنند که بوی بد کین که از زمین و از این دوگر چکا مدنه
و به بدترین نمهایی که این مرد و این انسان کافر یا فاسق در دنیا نمش توار کده، به همان هم در آسمان توار کنه بید والعیاذ بالله. و بعد الله سبحانه و تعالی خطاب کن که ای انسان، ای بنده نما در سجین بنویسه، در پایین ترین طبقه جهنم و زمین بنویسیدی. به این شکل انسان کافر روح قبض بید و بدترین حالت. و مطرح هم که خدمت شما که در این لحظه انسان عاجزن، هیچ کار انتم کن، هیچ چیز از انسان ها دیگه ساختنن مگر تسلیم امر الله سبحانه و تعالی. نه دکترتون دیما بدارید، نه راقی و رقیه خونتون دیما بدارید، نه ملا و نه مردم و نه دوا و نه دارو. در این لحظه که اجل ایشی رسیده، هیچ چیز به ایشی باقی نمونده مگر همه عملی که در این دنیا انجام داده و رحمت الله سبحانه و تعالی. چه این مختصریه از آن چیزی که در آن گستگی هفتان در رابطه با قبض روح انسان مؤمن و در مقابل قبض روح انسان کافر من خدمت شما عنوان و مطرح کو. بیاین این حدیث رو ادامه ده. بعد از اشیا که روح به جسما برگردید، ما این انسان مؤمنا از ایرن برن و دفنیه کنین، داخل قبره کنین و باریده. من الاتون در مورد این قبر یک مسئله خیلی مهمه بگشم که این قبر چه چیزی و چه سختی ها یا چه حالت های در این قبر به انسان دست پیدا کند بر اساس حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از هر چیز یا منی برادرگوهارو بلوچ های عزیز توجه بفرمایید. باید بدونید که این قبر اولین منزل رسک به آخرته. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلیفه سوم مسلمین وقتی قبر سرا اوشتادد باز یک گریده، باز اشک یارد که صحابه جست کو که ای عثمان رضی الله تعالی عنه، وقتی که گپ از جهنم بید و عذاب بید و مشکلات آخرت بید، تا ای که پریشان نبی به این اندازه که یک قبری اگنده پریشانه ناراحته. ایشی فلسفه چین که تا هر وقتی که یک قبری اگنده تا باز گریه، تا باز اشکو اریچه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایش کرد که من اشکو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کرد که این قبر اولین منزل رسگ به آخرته. اولین منزل به آخرت چین انسان همین قبره. هر کسی که از این قبران نجات پیدا بکن دیگه برای همیشه نجات پیدا کرد. یعنی حالاتی در آخرت ان شاء الله تعالی خوبند. اما هر کسی که از این قبران دیگه نجات پیدا مکن دیگه برای هیچ وقت هم نجات پیدا نکند. یعنی تی بهشت و تی جهنم در واقع در همین قبران بتا کاملا واضح و روشن و مشخصه بید. بخاطر همیشه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه همیشه وقتی که یک قبر دید به شدت یک اشک یارد که گریه دید، بخاطر که این اولین منزل رسگ به آخرته. و این قبر یک سختی هستنی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه شخصیتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد فرمایش کردند که یک دستمال از دستمالهای سعد از دنیا و ما فیها بهترین، ارزشی بیشترین. وقتی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه از دنیا عربت، در احادیث کرد که 70,000 ملائکه در تشییع جنازه سعد حاضر بید و عرش رحمان تکان آورد. وقتی که سعد با این منزلت و با این جایگاه، این صحابی بزرگ در داخل قبر ایر کنه بید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کرد لقد ذمه ثم فرج عنه. یعنی اولا قبر یگیبت بعدن آزاده بید. این در مورد که در مورد یکی از اصحاب بلند مرتبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد صحابی بزرگ سعد ابن معاذ، چه برسی به من و شما. و انسان باید همیشه به الله سبحانه و تعالی از این قبر پناه بارد و از الله سبحانه و تعالی پناه بلوتید. حالا بیایم بشارن که انسان مؤمن و انسانی که در دنیای فد
با ایمان زندگی کده و با ایمان از دنیا رفته، مسلمان بیده و مسلمان وار از دنیا شده. این وقتی که ما داخل قبر ای رکنین چه حالت به اشیا پیش کن، چه اتفاقات در داخل قبر به این انسان مؤمن اکفید، اشیا لوتن انشاءالله با هم بررسی کنیم. در همین حدیث برای ابن عازب از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماشه کن فتعاد روحه فی جسده. این روح بعد این روح انسان مؤمن، انسان با ایمان، بعد از اشیا که به جسمه برگردید و ما در داخل قبر کنین چه اتفاقی اکفید؟ فیأتیه ملکان، در داخل قبره که ما باری ادن و ارن دو فرشته حاضر بند، فیجلسانه اکوانت انندند همودون گویی انسان مؤمن در داخل قبر. حالت و کیفیت ما انتونین بزونن که چطورین و چه شکلین. چرا؟ چون ای در غیبه، ای در دایره علم مانن و ما ملزم نه که حتما اشیا باید حتما بزونن. ناخر ما ملزمین با چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این باره ثابتن، باید ایمان بیاریم که این چیز هستن. به چه شکل، به چه کیفیت، الله اعلم. ای دو ملک، ای دو فرشته در داخل قبر حاضر بند، فیقولان له من ربک، به ای انسان مؤمن که با ایمان از دنیا شده، از این انسان مؤمن را جست کنن که تی خدا کی. پس اولین مسئله که در داخل قبر از انسان را جست کنه بید مسئله توحید، مسئله اشهد ان لا اله الا الله، گواهی دون که چه؟ هیچ معبود بر حق بجز الله سبحانه و تعالی نیست. پس اولین جز انسان در داخل قبر چن؟ ایشه که از انسانا در مورد خدای انسانا جست کنه بید. من ربک، تی خدا کین. معنی و مفهوم تی خدا کین چین؟ ایشون که تکت عبادت کده، تبکی سجده کده، تکی فرمان بردار بیدگه، تکی مطیع بیدگه، تا ای فدی زندگی صرف چه ربیا کده؟ آیا الله یکتا یا نه؟ یا تا شده سراغ زیارت و پیر و شرک و الله سبحانه و تعالی ترک کده؟ هر کسی که تا آش در این دنیا عبادت کده آبیتی رب. پس ادو در داخل قبر از انسان مؤمن وقتی که جست کنه بید که من ربک، تی پروردگار کن، تا کیت مو دنیا عبادت کده، فیقول ربی الله، جواب داد که منی پروردگار الله. ای جواب انسان مؤمن، ای جواب انسان مسلمان، ای جواب انسانی که با ایمان از دنیا شده و فدی زندگی صرف عبادت الله سبحانه و تعالی کده، مطیع اوامر الله سبحانه و تعالی بیده. الله نمازی بجا ورته هنچو که الله دستور داده، روچک بیده هنچو که الله دستور داده، اگر مالی بیده زکاتی داده هنچو که الله دستور داده، اگر مالی بیده شده حجا و ای رکن از ارکان اسلامی ادا کده هنچوش که الله سبحانه و تعالی دستور داده. در دنیای فت اگر تجارتی بیده قبل از اینکه به فدی تجارت برسید به فدی الله ها رسیده. در کار فت، در زندگی فت ترسی از الله سبحانه و تعالی بیده، تقوای الله پیشه کده، پرهیزگاری پیشه کده، فد تسلیم شیطان نکده. اگر دچار لغزش بیده، اگر دچار اشتباه بیده، اگر خطایی کده، اگر گناهی کده، اگر معصیتی کده، ترده و توبه کده و زنتگی که الله سبحانه و تعالی گناه نبخشید و جبران مافاتی کده، بیشتر عبادتی کده و همیشه در حال استغفار و نماز و دعا و نیایش که الله سبحانه و تعالی بیده. در قلب ای انسان الله سبحانه و تعالی قرار گرفته. مروچی روچو که ای انسان مؤمن از دنیا شده و داخل قبر ایر کنک بیده و ای دو ملک اکوانت حاضر بند تو اشیا جست کنن من ربک، جواب دا فیقول ربی الله، منی پروردگار الله. بعد از اشیا که از توحید ای انسان مؤمن جست کنه بید و ای انسان مؤمن به خوبی جواب داد که منی پروردگار الله،
سوال دوم ای دو ملک مطرح کنن به این انسان مؤمن که در قبرن، فیقولان له ما دینک، خود دین چن؟ تا اگشه منی پروردگار الله، مسیحی هم اگشید که منی پروردگار الله، یهودی هم اگشید که منی پروردگار الله. خیلی از انسان ها هستن که اگشن منی پروردگار الله، بل دینش چه؟ نه دینه که الله سبحانه و تعالی ما را امر کده به اتباعه. بل دینش چه؟ نه دینه که الله سبحانه و تعالی ما را ملزم کده به ای که دین پسندیده در نزد الله چه دینه. سوال دوم که از انسان مؤمن جست کنه بید که تی دین چن؟ فیقول دینی الاسلام، منی دین اسلامن. پس دین پسندیده، دین مورد پسند در نزد الله سبحانه و تعالی چن؟ دین اسلامن. دیگه دین در نزد الله سبحانه و تعالی مقبول نن، قبول نن. جامع تمامی شرایع، جامع تمامی ادیان چه؟ دین مبین اسلامن. پس انسان در داخل قبر، ای انسان مؤمن اولین جوابا فدیا که تی رب کن چه گشید؟ الله. دومین جز که در داخل قبر از این انسان مؤمن کنگه بید تی دین چن؟ اگشید دینی الاسلام، من دین اسلامه، من مسلمانم، همه طور که الله سبحانه و تعالی ما را امر کده که تابع اسلام ببید، من هم تابع اسلامم. بعد از اشیا سومین جز چن؟ فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، این مردی که در میان شما مبعوث بیده، این پیامبری که در میان شما مبعوث بیده، این کین؟ ملائکه جست کنن انسان مؤمن در داخل قبر. فیقول هو رسول الله صلی الله علیه و سلم. این انسان جواب داد که این مردی که در میان ما مبعوث بیده از جانب الله سبحانه و تعالی کین؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه از جانب الله سبحانه و تعالی به عنوان آخرین فرستاده الله بر تمامی بشریت و بر تمامی شریعت ها و بر تمامی ادیان از جانب الله سبحانه و تعالی مبعوث بیده. و الله سبحانه و تعالی تمامی این بشریت مکلف کده به چه؟ به ای که اسلام قبول بکنند و بر نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اقرار بکنند. هر کسی که بهشت الله سبحانه و تعالی بکارن، هر کسی که رضایت الله سبحانه و تعالی بکارن، باید مطیع دین اسلام ببید و اطاعت بکن از کسی که الله سبحانه و تعالی آشی برای هدایت بشریت به عنوان آخرین نبی شش داده و آکین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در آیه های خیلی زیاد ما را به اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت بکنید از الله و اطاعت بکنید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. به ایشون بگش ای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر شما من الله دوستین تبعیت کی بکنید؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تا الله شما را دوست بدارید. پس چوشنین که ما بگشیم که ما الله دوستین، بل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دوستین، هم چیزی نیست. الله سبحانه و تعالی گشید که منی دوستی باید همه دوستیه ببید که من بر شخصا بر فردا فلی وحی نازل کده. اگر شما من الله قبولن اما من فرستاده و قبول نه، ایمان ناقصه. پس ادون که انسان مؤمن در داخل قبر جست کنه بید که ایش مردی یا ایش شخصی که به شما ششتک بیده ایشی نمکن، ای انسان مؤمن با اطمینان کامل جواب داد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ به خاطرش که این فرد تابع سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیده. به خاطر اشیا که
ای فرد مطیع اوامر الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیده، همه راه شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شده، از بدعت و از خرافه فده دیر کده، نگشتی که من الله دوستم بله من کار با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیستم، من تابع فدی پیر و ولی و ایشونو، نخیر. پس دوستی و محبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شرط اساسی در ورود یک انسان مسلمان در چه؟ در رحمت الله سبحانه و تعالی و بهشت الله سبحانه و تعالی. بخاطر همیشه ما شهادتین متضمن دو جمله: اشهد ان لا اله الا الله، اقرار بر ربوبیت و وحدانیت الله سبحانه و تعالی، و اشهد ان محمدا رسول الله، و گواهی ده که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله. و در داخل قبر همه دوین هم جز کنه من تی رب کی الله. این شخصی که ششتک بیده به شما جهت هدایت یا ابلاغ رسالت، ای فرد کی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. انسان مؤمن در داخل قبر ای جواب نداد. چهارمین سوال که از انسان مؤمن در داخل قبر کنه بید ایشون که فیقولان له و ما علمک. تا انسان مؤمنی که از این دنیا شده اگر مرو در داخل قبر قرار گرفته، تی علم چی؟ تی دانش چی؟ تا چه کاری کنه در اینجا دنیا؟ به چه علم فقط مشغول کنه؟ فیقول جواب داد قرأت کتاب الله، من الله کتاب ونتا، من قرآن ونتا، و ادون منی برادگهارون بچارت ادون اهمیت تلاوت کلام الله سبحانه و تعالی مشخص بید، ادون معلومه بید که قرآن کریم چیه که مهمن که ما هر روز کلام الله سبحانه و تعالی باز کنیم و یک چند صفحه بوننی، نه تنها بوننی بلکه معنی بزونن، تفسیر بزونن، مفهوم بزونن و در فضل زندگی عملی پیاده بکنن آ چیزی که از جانب الله سبحانه و تعالی به ما نازل بیده. پس غفلت از قرآن کریم مصیبت در داخل قبر. اما انسانی که مشغول بیده ای کتاب الله سبحانه و تعالی همیشه ونتا مرگی نکده، در داخل قبر وقتی که جست کنه بید ای دو ملک یا ای دو فرشته وقتی جست کنن که تی علم چه؟ جواب داد قرأت کتاب الله، من الله سبحانه و تعالی کتاب ونتا یعنی قرآن کریم، فآمنت به، من ای قرآن ونتا و من به ای قرآن ایمان آورتا، و صدقت و من ای کتاب الله سبحانه و تعالی ای قرآن کریم تصدیق کده. پس از انسان مؤمن، از انسان با ایمانی که از این دنیا شده، زمانی که داخل قبر ایر کنه بید همه جست کنه بند. به طور مختصر جست بید از توحید، جست بید از اشیا که تی پروردگار کین اگر شید الله هن. از این انسان مؤمنا جست کنه بید که تی دین چن اگر شید منی دین اسلامن. جست بید از این انسان مؤمنا در داخل قبر که این مرد که به شما جهت تبلیغ رسالت ششتک بیده این مرد کین؟ جواب داد محمد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از انسان مؤمن در داخل قبر دیگه جست کنن همه دوین فرشته که تی علم چه؟ اگه شید که من قرآن ونتا، من کتاب الله ونتا، من به این قرآن ایمان آورتا و تصدیق کده. بعد از اشیا که این انسان مؤمن این دوی فرشته اونی جواب به این خوبی داد، فینادی مناد فی السماء، یک منادی از آسمان تارکند چه گشید؟ ان صدق عبدی، منی بنده راست گشت. سبحان الله. این انسان مؤمنی که مرو در داخل قبرن و ما بارن داده و شده گنو انت که فدن و همه قبری، این انسان مؤمن به خوبی به از این سوال درک فی جوابش داد تا جایی که یک منادی از آسمان ندا داد ان صدق عبدی، منی ای بنده راست گشت. فافرشو من الجنه، بچارت ادون نقطه سرنوشت ساز. ای انسان مؤمنی که به تمام سوالون به خوبی جوابی داد، ای بنده راست گشت، هنچوشی کده و هنچوش بیده در ای دنیا، با توحید از ای دنیا شده، با رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از ای دنیا شده، قرآنی ونتا، ایمانی آورته و ای اسلامی تصدیق کده. چه مروچ ای انسان در داخل قبر مؤمن
راستی گشته ففرشوا له من الجنه، بزیرت این قبره از بهشت فرش بکنید. پس این قبری الان بیده چه؟ یک خانه از خانه های بهشت، تبدیل بیده قبر به لوگی از لوگهای بهشت. والبسوه من الجنه، و ای انسانی که در داخل قبرن، ای انسان مؤمنا، بزیرت لباس بهشتی گراب کنید. وافتحوا له بابا الى الجنه، و یک دروازه به سمت بهشت به انسان مؤمنا در داخل قبر باز کنید. سبحان الله. بیشتر از اشیاء دیگه انسان مؤمن چی دیگه بکا که اولین بشارت در داخل قبر، بعد از اشیاء که تصدیق کن قرآن و تصدیق کن توحید و تصدیق کن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ای بشارت کن ففرشوا له من الجنه، ای قبر بزیرت از بهشت، از روچه که تمامی انسان آرزوی کنگند و جنت الله سبحانه و تعالی بزیرت فرشی بکند. والبسوه من الجنه، و بزیرت گدا بهشتی و ایشی گراب کند. وافتحوا له بابا الى الجنه، و در داخل همه قبرها یک دروازه به سوی بهشت به انسان مؤمن باز بکند. قال فیأتیه من روحها و طیبها و یفسح له فی قبره مد بصره. بعد از اشیا که یک دروازه بهشتی بر این انسان مؤمن در داخل قبر باز کنه بید، از خوشبویی بهشت به ایشی مشام رسید، و ایش تا جایی که ایشی چم کار کند ای قبر واز بید، از تنگی قبر درکفید، و رحمت الله سبحانه و تعالی به انسان مؤمن به این شکل نازل بید در داخل قبر. پس ما چه امتیاز بیشتر از اشیا یک انسانی بکاره که در داخل قبر بشارت الله سبحانه و تعالی به اشیا نازل ببید. در این تنگی قبر الله سبحانه و تعالی دستور بداد که از بهشت اشی قبر را فرش بکند، اشیا گدا بهشتی ها گرا بکند، و دروازه از بهشت بر روی این انسان در داخل قبر باز بکند. سبحان الله. ایشون که ما اگرشنت ای انسان مسلمان فلا به همچین روچی آماده بکن، از این روچا غافل مبه. ایشون که ما همیشه توصیه کنند که از نماز غافل مبد، از عبادت الله سبحانه و تعالی غافل مبد، از استغفار غافل مبد. فدی زندگی ها عبث و بیهوده تلف مکند. هر کاری که البته در این دنیا انجام بدید متوجه ببید که الله سبحانه و تعالی مراقبه. تمامی شما اعمال نویسک بگن، و در همه لحظه سختی که در داخل قبر ایر کنه بید شما سرنوشت مشخصه بید. و اگر البته که از دسته انسان های مؤمن ببید و با ایمان از دنیا برید، پس بیاید به سمت قرآن، بیاید به سمت سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مطیع اوامر الله سبحانه و تعالی ببید، از سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. پس تا جایی که این انسان مؤمنه چم در داخل قبر کار کن، این قبر بهش واز بید. قال و یأتیه رجل، بعد از اشیا که دروازه از دروازه های بهشت بر روی این انسان واز کنه بید، و تا جایی که چم می کار کند این قبر اشیا باز بید، فراغ بید. قال و یأتیه رجل حسن الوجه، یک مردی که با چهره نیکی، حسن الثياب، گو لباس های خیلی خوب و تمیز و نیک و مرتب، طیب الریح، گو خوشبوی خیلی فشی که در داخل قبر و حاضر بید. و به این انسان مؤمن چه گشید؟ فیقول، خوب دقت کن منی برادرگارم، فیقول ابشر، خطاب کن به همین انسان مؤمنی که در داخل قبرین، خطاب کن ابشر، بشارت با ترا بالذی یسرک، بشارت با ترا با چیزی که ترا خوشحال کند. هذا یومک الذی کنت توعد، یہ ہما روچه که بتا وعده داگ بیده. ما ترنگشت که نماز کن تا نماز کد، ما ترنگشت که روچک به روچک بیده، ما ترنگشت که ایمان بیار به الله، ایمانت آورد، ما ترنگشت که به رسالت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیار، ایمانت آورد. تقوات پیشکو، حلال الله حلال زند، حرام الله حرام زند، مرو بشارت بر تنازل بیده در داخل قبر. مروج ما ترا بشارت دن به ایکتی قبر یک لوگ از لوگهای بهشت بید. هذا یومک الذی کنت توعد، این مردی که با لباسهای فش، با چهره نورانی و مبارک و با فشبویی در داخل قبر بر این انسان مؤمن حاضر بید، اگشید که
ما ترى بشارت دن با چیزی که ترى مروش خوشحال کن، تمروش خوشحال به، شاد به. ای همه روشی که بتا وعده داک بیده. فیقول له من انت، همه انسان مؤمنی که در داخل قبر وقتی که این انسان اگندید که گو چهره نورانی یک انسان حاضر بیده، یک شخصی حاضر بیده، چهره نورانی، گو لباس های نورانی و مبارک و با عطر و خوشبویی، گو همین انسان مؤمن در داخل قبر جست کن که تکی فوجهك الوجه يجيء بالخير، تی شکل و تی چهره حامل یک پیام خیره، یک خبر خیره. تکی تمنا بگش که تکی که مرا مروج بشارت بهشت آمده ایه، تکی که مرا مروچی روچا بشارت مداگه به شادی و به خوشحالی و مرا امید آمده. تکی از اونت این انسانی که گو ایش شکلا در داخل قبر بر این انسان مؤمن دیمان هنچو حاضر بیده ای شخص کی؟ خوب دقت کنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کن که وقتی این انسان مؤمن جست کن از این شخصا که در داخل قبر حاضر بیده و ایشو بشارت مداین تکی، این شخص اگشید انا عملک صالح، من تی عمل صالح و من تی عمل نیکو. سبحان الله. پس عمل نیک انسان به این شکل و به این شیوه در داخل قبر دستگیر یابید. عمل نیک انسان در داخل قبر تبدیل یابید به یک شخصی با چهره نورانی، با ظاهر آراسته و با خوشبویی و اشیا بشارت داد به خوشحالی و شادی و بشارت داد به جنت الله سبحانه و تعالی. چه عمل صالح ای که اتوند انسانا در داخل قبر نجات بداد تا جایی که اتوند عمل صالح انجام بدید. این عمل صالح شما جمع بید و در داخل قبر به این شکل حاضر بید و شما رو بشارت داد به بهشت. وقتی که جز یک انسان مؤمن که تکه که منو بشارت مداگه به خیر، اگشید انا عملک صالح، من تی عمل صالحم. این انسان مؤمن از بس که در داخل این قبر ای که بشارت اگندید و ای که سرور اگندید و ای که خوشحالی در وجود این انسان مؤمن داخل بید، دروازه از بهشت باز بید، فرش از فرش های بهشتی اکارن به اشیا حاضر کنن، خوشبوی بهشتی اکید به اشی مشام ارسید، فرد عملت صالحی اکید به صورت یک انسان نیک و حاضر بید. ایشون وقتی که اگندید این انسان مؤمن در داخل قبر چه گشید؟ فیقول رب اقم الساعه، رب اقم الساعه. خوشحال بید اگشید که یا الله هر چه زودتر چه قیامت برپا بکن. چرا؟ چون بشارت الله سبحانه و تعالی و گندگین. حتی ارجع الى اهلی و مالی، تا که من به فدی اهلا و به فدی مالا بترون. سبحان الله. پس ایدون نشون داد که انسان در روز قیامت ممکنه به فدی اهلا و به فدی مالا هم و یعنی دارایی که هستنی از چوک، از جن، تمام مالن، تمام بشارتند به انسان مؤمن در روز قیامت و حاضر بند به همراه انسان مؤمن در آروچه که هیچ رحمت بجز رحمت الله سبحانه و تعالی نیستن. پس این انسان مؤمن از فرط خوشحالی از الله سبحانه و تعالی الوتید فیقول رب اقم الساعه، رب اقم الساعه. خدای هر چه زودتر قیامت برپا کن. چرا؟ چون خوشحالن، مطمئنن، یقینی هستن. مروش که دیدی که قبری خانه از خانه های بهشت بید، مروش که دیدی ای که رحمت الله سبحانه و تعالی در داخل قبر به اشیا نازل بیده، ای انسان امید، ای انسان الوتید که هر چه زودتر شامل حال رحمت الله سبحانه و تعالی در روز قیامت قرار بگیرید و بگید رب اقم الساعه، یا الله هر چه زودتر قیامت برپا بکن. تا چه؟ تا من داخل بهشت بمون، داخل رحمت الله سبحانه و تعالی بمون. پس به این شکل و به این شیوه انسان مؤمن روح قبض بید و به این شکل و شیوه انسان مؤمن در داخل قبر جست کنه بید. هم قبض روح من خدمت شما گشت و هم که در داخل قبر چه اتفاقی قرار به انسان مؤمنا بکفید. اکتفا کنم به همدون یک میان برنامه کوتاه اگنده. بعد از اشیاء 5-6 دقیقه نصیحت و توضیح در مورد همه بخش حدیث و ان شاء الله تعالی زندگی قبر انسان کافر را در هفته بعد من ان شاء الله بر اساس همین حدیث خدمت شما توضیح دادم. گمان بمونت یک میان برنامه اگنده نو اترن ان شاء الله تعالی. اسلام ساهگا غم رو تو غاربی،
اسلام ساہگا غمرو تو غربی قرآن گلشنا پلانی عربی قرآن گلشنا پلانی عربی اسلام برکتا دنیا بہار بھی اسلام برکتا دنیا بہار بھی قرآن وانگا ہر دل قرار بھی قرآن وانگا ہر دل قرار بھی اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 باندہ میرے عمل مرچی دا بکن باندہ میرے عمل مرچی دا بکن ہر منکرہ وطا سندو جدا بکن ہر منکرہ وطا سندو جدا بکن اسلام خاطرہ جانا فدا بکن اسلام خاطرہ جانا فدا بکن قرآن بن مدام حق ادا بکن قرآن بن مدام حق ادا بکن اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد بتما شرا ترا ہومان روشنی بتما شرا ترا ہومان روشنی تیرا نمائے بیت ایمان روشنی تیرا نمائے بیت ایمان روشنی قبرہ کی بھی ترا ہومان روشنی قبرہ کی بھی ترا ہومان روشنی تی ہم نشین بھی قرآن روشنی تی ہم نشین بھی قرآن روشنی اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 ہر کس کے مومن عابد مجنتا ہر کس کے مومن عابد مجنتا قرآن کی شکان تے قدر و قیمتا قرآن کی شکان تے قدر و قیمتا آسان جات بیت اسلام برکتا آسان جات بیت اسلام برکتا رب گرائے گا قرآن شفاعتا رب گرائے گا قرآن شفاعتا اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 زندے دوئیں شفا مفتا مدے حدر زندے دوئیں شفا مفتا مدے حدر حرفی تو یاد بگر مفتا مرو متر حرفی تو یاد بگر مفتا مرو متر اسلام ساہگا عمرہ بقلب سر اسلام ساہگا عمرہ بقلب سر قرآن بن مدام ہر شام و ہر سحر قرآن بن مدام ہر شام و ہر سحر اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد یا رب روان بودا گرچہ کوتا خطا یا رب روان بودا گرچہ کوتا خطا تو مہربانی ہر کس کی کندوا تو مہربانی
کندوا یا رب روان بودا گرچه کتا خطا یا رب روان بودا گرچه کتا خطا تو مہربانی ہر کس کے کندوا تو مہربانی ہر کس کے کندوا اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد 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 قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد. خب برادرگاهارم و ملت عزیز بلوچستان، بلوچ های ورنا و بلوچ های بزرگوار، قبل از میان برنامه من در رابطه با زندگی قبر یا حالت و وضعیت قبر انسان مؤمن خدمت شما مطالب توضیح داد و در این حدیث برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خدمت شما گشت که قرار چه اتفاقی به انسان مؤمن در داخل قبر بکفید. در جستهایی که آدوی ملک حاضر بند و از انسان مؤمن در داخل قبرات جست کنگمند، اولین و اساسی ترین جست چه؟ ایشه که جست کنن من ربک، تی خدا کین، تی انسان در این دنیا کیت عبادت کده، به کی سجدهت کده، کی بندگیت کده. این خیلی مسئله مهمه. اولین و اساسی ترین چیزی که هر انسان باید در فدی زندگی و اشیا بزند و یاد بگی مسئله توحیده. مسئله ایشن که کی باید عبادت کند، چطور باید عبادتی بکن، بچه باید عبادتی بکن، کی ایشی خلق کده، بچه ایشی خلق کده و بعد از این خلقت ها قرار چه اتفاقی به اشیا بکفید. تمام این سوال جوابش در کوین در کلام الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم. الله سبحانه و تعالی مشمع خالقه. الله سبحانه و تعالی من شما را خلق کرده برای یک هدفی، منو تر خلق کرده برای اشیا که فضا آماده بکنن، تزکیه ببین و بر بگردن به سمت. وقتی که الوتن به سمت الله سبحانه و تعالی برن، وقتی که الوتن وارد قیامت ببین یا در عالم دیگه برن، باید چند نکته کامل در ذهن فرد همین الان باید ایشون بزوننش. نکته اول ایشون که الله سبحانه و تعالی ما را جست کرد که تکیت عبادت کنه. الله سبحانه و تعالی در علم الله سبحانه و تعالی تمام چیز هسته، اما ادون بنده فد مورد ملامت قرار گیرد. تا فدی وقتت بکی گازیته، نماز الله سبحانه و تعالی وقت یاد که، عبادت الله سبحانه و تعالی وقت یاد که، اما این عبادت الله سبحانه و تعالی مرد کده شده گه دنبال فدی هوا و هوسا. پس تا ادون چه عبادت مکنه گه؟ فدی هوا و هوس عبادت مکنه، نه که الله سبحانه و تعالی. عبادت الله سبحانه و تعالی منی برادگار و بلوچ های عزیز ایش نین که ما فقط و فقط نماز آبانه، نماز یک فرضی ما باید ادایی بکنیم. تا قیام قیامت یک انسان مسلمانی گردنین، که انسانی که مکلفن شرایطی هستند تا قیام قیامت این نماز ایشی گردنین، روچک بگ ایشی گردنین. و عبادت فقط و فقط ایش نیند، این فرائضند. اگر شما به وقت حاجت، به وقت نیاز فدی دستو به سمت الله دراج نکو و شدت سراغ رجمگاه و قبرون و زیارتون و توارو کدن فدی پیرو فدی ولی که بیاد ما را نجات دد، بیاد ما را ضرر بدد، بیاد ما را نفع بدد، این دقیقا مثل ایشین که شما الله سبحانه و تعالی خالق هستی و مر کده و که عبادت کنگید مردم عبادت مکنگید.
زیارتون عبادت میکنید، رجمگاه عبادت میکنید و در داخل قبرها باید جواب بدید. یک انسان مسلمانه بلکه از روی عادت نه عبادت نماز فدی اوند، بله وقت دچار مصیبتی ابید، وقت دچار مشکلی ابید، وقت دچار هم و غمی ابید، اگنده که دیمی داده دیم به زیارتون و قبرون و مردان و تعویزا و بنده بزید فدی گردن و بند و این کارهای خرافی و بدعتی که هیچ اصل در دین مبین اسلامش نیست. فدی الله مر کده و شده که سراغ یک انسان عاجز که هیچ نفع و ضرر آشی دستانه، چگونه انسان شما زیر عبادت میکنه و باید در داخل قبر باید پاسخگو ببید. من ربک، تی پروردگار که انت کیت عبادت کده، تفدی حاجت گو کی برتگند. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ما را یاد داده که در فدی نمازان سوره فاتحه بونه، امر کده سوره فاتحه بونه و در این سوره فاتحه آیه هستن الله سبحانه و تعالی فرمایش کن ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ما تنها ترا عبادت کنن و یا الله ما تنها از تک کمک لوتن. مروش باید از فت جست بکنین که آیا ما فقط از الله سبحانه و تعالی کمک لوتن؟ آیا پناه برایم به الله سبحانه و تعالی به وقت مصیبت، یا پناه برایم به زیارت و رجگاه و پیر و ولی و ایشون که از دنیا شده و هیچ نفع و ضرر هم ایشون نشانه دستانه؟ اگر ما الله سبحانه و تعالی مر کده و فلی حاجت گو غیر الله براین، چه والعیاذ بالله داخل در شرک بیدگن و در داخل قبرها باید فکر خوب باید فکر بجنن که از ما جست کنه بید که تی پروردگار کین. پس وقتی که ما گشن که الله عبادت کند، منظور فقط و فقط اشنه که نماز بواند، نماز باید بواند. این نماز ما اولن که چه؟ که ما بگشن یا الله ما فقط ترا عبادت کنیم و فقط از تک کمک لوته. اما مروش متاسفانه باز این فرقه های خرافه‌ای هستند، اهل بدعت هستند که نماز اوانند ولی نه نمازی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را یاد داده. نماز اوانند ولی از روی عادت نه از روی عبادت. ازاد ما 24 ساعت گندگن که یک به شرک و یک به زیارت پرستی و به رجمگاهی و به خرافه پرستی روی مارایان و فدی حاجتهم لوتگن به سمت الله سبحانه و تعالی دستش دراج نی و این یک مشکل مزنی، یک مصیبت مزنی. پس باید با توحید از دنیا بری، باید به طور خالص الله سبحانه و تعالی عبادت کنین، به همه شیوه الله سبحانه و تعالی عبادت بکنین که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را یاد داده، ما را نشون داده. بچه که می پیشوا، می الگو، می اسوه کین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. باید همه راهی برین که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده. همه طریقه یا به وقت مصیبت، به وقت مشکلات، به وقت گرفتاری باید ما بروین که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده، که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر همه مسیر بیدگند. و خیلی در زندگی فرد به این مسئله توحید توجه بکند. بلوچستان به نظر من مروش به شدت محتاج توحید، عقیده صحیح، عقیده که به یک انسان مسلمان چه بلوچ و چه غیر بلوچ آن مسیر درسته که الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده آشیان نشون بداد. ما باید به دنبال اشیا ببین که چطور الله سبحانه و تعالی از فد راضی بکنه و برای اشیا که بتون الله سبحانه و تعالی از فد راضی بکنه باید پیرو کی ببین، باید پیرو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ببین. باید بچارن دقت بکنن همه راهی ها برن که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شده، همه راهی ها برن که اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شدگان، خلفای راشدین بر مسیر بیدگان. و مسیر چین؟ قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
در یک حدیثی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایش کردند که من دو چیز به شما توصیه کنم، من دو چیز به شما سفارش کنم، اگر شما این دو چیزم ترند بدارتش، محکم بدارتش، عمل بکنید به این دو چیزو، هیچ وقت شما گمراه نبید. صحابه رضی الله تعالی عنهم جستش که این دو چیز چین؟ نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمایش کرد کتاب الله و سنتی. این دو چیز که سبب رستگاری شما بید، سبب ورود شما به بهشت الله بید، سبب نجات شما از عذاب قبر بید، سبب نجات شما از سکرات موت بید، سبب نجات شما والعیاذ بالله از آتش جهنم بید. چند؟ اتباع کتاب الله یعنی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لازم ما توصیه کنیم به طور خاص به تمامی بلوچ های عزیز، به هر کسی که این خبر زونگه که چنگ بزنید به دوین قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برنامه وقت تمام بیده، ان شاء الله تعالی که با شیوه زندگی قبر یا همه برزخ، در واقع همه عالم برزخ بید، انسان مؤمن بر اساس حدیث براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه خوب آشنا بیدید و برادرها و دوستای عزیزی که در فیسبوک شخصی من سلام آمده، من هم خدمت شما تمام عرض ادب و سلام اونها و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و ان شاء الله تعالی منو ای امیدم که تمامی برادرهایی که در فیسبوک اند حتما فدی دوست و رفیق و مردم و طایفان بگشت که این برنامه بچارند و برنامه که از رسانه جهانی عدالت پخش بید، تمام این برنامه در فیسبوک هم پخش بند. ایشون حتما بچارت این برنامه هایند که به شما دینا و به شما دنیا و آخرت و نفعی هستند. بجای اشیاء که فدی وقتا عباس و بیهوده به کارهایی که هیچ نه اجر و نه ثواب و نه پاداش و هیچ چی نیستن، فدی وقتا بیهوده صرف بکنه، بیاد فدی وقتا صرف بکنه به اشیاء که 4 حدیث 5 حدیث یا از دین فد مطلع ببید، از آخرت فد مطلع ببید، از قیامت فد مطلع ببید، فدا تزکیه بکنه. مروش در دنیای پر از هم و غم و مشکلات و مصیبت و گرفتاری و فقر و فاقه و بدبختی، مشمع راه نجات چه؟ منی برادوگهارو، منی برنای بلوچ، مشمع راه نجات ایشن که پناه ببرن به الله سبحانه و تعالی. مشمع راه نجات همه راه نجاتی که اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم راهش گرفته. مصیبتی که مروج از فقر و فاقه و گرفتاری و در مشمع لوگ و زندگی اونات که در دوران هم بیده به شکل دیگه، به شیوه دیگه، ولی علاج چی بیده؟ علاج ای بیده که پناهش برته آشون به الله سبحانه و تعالی، پناهش برته به الله جل جلاله و عمه نواله و پیرو روش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیده. صبرش کده، دعاش کده، استقامتش کده، کار حلالش انجام داده، به دنبال رزق حلال بیدگن حتی ولو کم، صبرش کده و الله سبحانه و تعالی فدی نصرت برشون هم نازل کده و بر این یقین بیدگن که هرچی مصیبت و هرچی بلا در این دنیا که الله سبحانه و تعالی با ما صبر، با ما دعا، با ما پناه برای به الله سبحانه و تعالی حل یکن و الله جل جلاله و عم نواله این مشکل از انسان، از همه فرد و از همه شخص دیر کده. حتما پناه ببرد به الله سبحانه و تعالی و فدا مسلح بکند به قرآن، فدا مسلح بکند به سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از هر آنچه از مصیبت، مشکلات، گرفتاری ها در دنیای شما که ناامید مبد، بلکه این باید یک سبب بید که شما بیشتر به الله پناه ببرد، بیشتر دعا بکند، بیشتر از الله سبحانه و تعالی فدی حاجت ها بلوتد و توبه و استغفار بکند و در عین حال از تلاش سالم، از تلاش حلالم غافل مبد و بزاند که دروازه های رحمت الله سبحانه و تعالی همیشه بازند. تا هفته دیگه موفق، مؤید و تندرست بید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.